یه ماشین معمولی نیست، قراره یه ماشین با کلاس بشه. برو بریم. محمد حسن رو ببینید، این ماشین قراره یکی از بهترین ماشینا بشه. انجین، فرمون، لاستیکا همشون باید در ویدیو بگیرم. من کاپوتش رو یه کمی رنگ کردم، رنگ مشکی زدم ببینم اصلا روی ورق خوب میشینه، که دیدم آره داره میشینه. راهکارش هم داخل یه پارت دیگه از ویدیو بهتون میگم چجوری روی ورق رنگ بزنیم. کفش هم بس کردم که خیلی دردسر داشت، دست تنها بودم. مهد حسن اون روز نبود که فیلم بگیره، به خاطر همین دست تنها کارشو رسیدم گذاشتم. اینم از موتورش. همه این دم و دستگاه امروز باید در بیاد. با سنگ چرخمون صفحه سنباده بذاریم روش، همه پرسه ها رو جوشکاری سنباده کشی کنیم. یه جوشکاری اساسی. ماشین ماه بیا کنم. این ماشین ماه که ما میذاریم روی حالت سری، ببخشید آفتابه، میذاریم روی حالت سری، تمام وسایلش رو باز میکنیم، شما روی دور سری میبینید. برو بریم. دوم کاره قراره با این وسیله نقلیه که بهش تیلر گفته میشه بریم ماشینمون رو از جوشکاری تحویل بگیریم و بیاریمش. برو بریم. از روشن کردم محمد حسن روشن میکنه. گاز رو اول زیاد میکنیم، دکمه برق رو میزنیم. به این سفیده میگن ساسات. بزن ساسات رو بکش. حالا هندل رو میکشیم محکم‌تر. ساساد رو بعدش میدیم کنار، وای میسیم گرم بشه را بیفتیم. چون رانندگی سخته ویدیو رو قطع میکنم، رسیدیم ویدیو میگیرم. رفتیم ماشین رو بردیم روی خرک کردیم. رنگ مورد نظر شما چیه؟ رنگ سیاه و سفید به نظر من، رنگ سیاه و سفید شاسیاش مثلا سفید باشه، سقف و کاپوت و ایناش همه سیاه باشه. اینجوری یه سیس گنگ هم بهش دست میده. لاستیکاش هم جوش کردیم. الان فقط یه دونه رنگ زدن مونده برای لاستیکا و رنگ زدن کل ماشین. من که میخوام به گفته محمد حسن میخوام ماشین رو سیاه سفید بکنم. برو بریم برای سیاه سفید کردنش. راستی داریم ضبط هم درست میکنیم، ببینید ضبط ها رو هم داریم درست میکنیم. برو بریم برای کارش. محمد حسن داره اینجا ردیف میکنه. ببینید باک رو وصل کردم، جوش کردم. اینجا جوش هم داره روز به روز بهتر میشه. اینجا هم جوش کردم. این الان باک ماشین ماست که هنوز درش باز بشه. این هاشش داخلش باک. حالا صافیش هم در بیاریم. داخلش حالا مشخص نیست زیاد، ولی فکر کنم 4-5 لیتریه. اینم از صافیش، اینم از سرش. ببینید اینا داره کار میرسه. بعد من همه جاشو بردم جوشکاری کردم. ببینید همه اینجا رو بردم پیش جوشکار، قشنگ برام جوشکاری کرد، سفت کرد. برو بریم برای رنگ زدنش. حسین احمدی در حال آستر زدن ماشین. دوستان رنگ زده شد. رنگ نه، آستر زده شد. آستر زیر رنگ. ببینید توسی شد، رنگ قشنگی شد.
برو بریم برای رنگ زدن. میشه رنگ زد. بریم برای استراحت 1-2 ساعته. هوا یک کمی اگه تاریک شد ببخشید، چون به خاطر اینکه میخوایم استراحت بکنیم. بعدش رنگو سفید یعنی رنگ چی بگن، چی سفیدی داخل دنیا از همه سفید، تخم مرغ، رنگ تخم مرغ میشه. برو بریم سراغش. بعد یک استراحت 1-2 ساعته برو بریم سراغ رنگ زدن سفید. ماشین قرار سفید بشه، این شاستیش قرار کلش سفید، دستگاهش برو بریم برای سفید کردنش. دوستان رنگ سفید هم زده شد. حامد حسن اومده باک ماشین تمام. وایسیم خوش بشه. مثلا یه چیز دیگه ای بگم، شما دوست دارید ما داخل چنل هفته‌ای 3 تا ویدیو که ادیتشون خفن باشه بذاریم، یا هر روز یه ویدیو بذاریم که ادیتش متوسط باشه، ادیتش اونجوری خفن نباشه؟ حتما داخل کامنت ها برامون بنویسین. برو بریم سراغ بستن وسایل. دوستان مرسی که تا آخر این ویدیو همراه ما بودین. لایک و کامنت و دنبال فراموش نشه. لینک کانال روبیکامون زیر ویدیو داخل کپشن هستش. به درخواست شما لینک دونیت گذاشتم زیر ویدیو. اگر خواستیم به ما حمایت بکنین ما به این ماشین رو سریعتر کارشو پیش ببریم، لینک دونیت زیر است. اگر هر چقدر تونستین دم شما بازم گرم. یه مبلغی که مد نظر خودتون هست به ما کمک کنید، چون الان داخل خرج این ماشین موندیم. لایک و کامنت و دنبال فراموش نشه. تا ویدیوهای بعدی فعلا خداحافظ.